سلام آقا جون. آقا جون یه قاچاقچی مطمئن گیر آوردم داره منو میبره اون بره آب. مرد باش، تو مملکت خودت زندگی کن. میرم اونجا ادامه تحصیل میدم. مرد باش، تو مملکت خودت تحصیل کن. من 3 ترم دانشگاه نمیرم، رام نمیدن. مرد باش، تو مملکت خودت ازدواج کن. من نه کار دارم نه پول دارم نه خونه دارم، کی به من زن میده؟ خب مرد باش، برو کار کن، برو پول در بیار. من الان 3 ساله دارم دنبال کار میگردم، یا کار گیر نمیاد یا پارتی میخواد یا پولش خیلی کمه. من کار میکنم، خرجتو میدم، تو تفریح کن، لذت ببر. مرد باش، تو مملکت خودت لذت ببر. آقا جون من از چی لذت ببرم؟ اون از سینما که نداریم، جشنم که نداریم. هیچ غلطی که نمیتونی بکنی. مرد باش، اینه یه مرد بمیر، حداقل تو مملکت خودت بمیر. چشم میمیرم، ولی مردن من 50 میلیون خرج داره. گفتی قاچاقچی مطمئنه؟ بله خوش. لباس گرم برداشتی؟ بله خوش. حداقل تو مملکت خودت میخوای بری، خارج از بغل برو. چشم خوش. I love you my son. I love you daddy.